50 ساله تر خرج کن. اگر کم آمد برگشتن اینجا کارسازی میشه. یکی از این جوانای خوشگل رعنا رو انتخاب میکردم، باش عشق بازی میکردم. شال را بیندازید گردن این لوتی جوالق بکشید تا این وقت رسیدن سرش خونش گرفت. خون گرفتن همان، مردن قرارم همان. الان من خودم میکنم، من خودم میکنم. این زن شما مثل توتی ور زدن و دروغ گفتن و دل گفتن عادتشه. در امر امانم. مطمئن خدا بفرمایید. درسته که نمیتونه کاری بکنه، اما میترسم میونه من و تیمور آقا جدایی بیفته که از مرگم برام بدتره. فاگیر که یک دعایی بگیرم که انشالله خداوند متعال از شما به این شغل خانم ما یک پسری عطا کنه. من نگفتم با این سن و سال سراغ زن تازه جوان نرو. نمیتونمش بذارم توی خونه بمونه. شوهرت با من بلای نمک به حرومی گذاشته. میتونی بفهمی؟ اینطور به نظر من آمد. نلر باشند. و همچنین تماشای این نمایش ها در تئاتر شهر تفلیس او را به سوی تئاتر و نمایشنامه نویسی کشاند که وزیر خان لنکران حاصل همین تجربه ها